اگر شما هم به فیلم ها و سریال های با موضوع سرقت از بانک و گروگانگیری علاقه دارین، احتمالاً اسم سندرم استکهلم به گوشتون خورده. سندرمی که در اون فرد آسیب دیده با گروگانگیر خودش وارد رابطه عاطفی میشه و نسبت به اون احساس ترحم و دلسوزی داره. در این قسمت میخوایم داستان واقعی یک سرقت از بانک و گروگانگیری در استکهلم رو بررسی کنیم که منجر به پیدایش سندرم استکهلم شده. به مفهوم اون پی ببریم و ببینیم که آیا این سندرم فقط در مواقع خیلی خاص و نادر مثل گروگانگیری اتفاق میفته یا در زندگی روزمره ما هم مثل روابط عاشقانه ناسالم، رابطه کودک با والد، در محیط‌های کارمندی و کاری و یا حتی محیط‌های ورزشی هم اتفاق میفته یا خیر. علل و نشونه‌هاش چیه و اینکه آیا درمانی براش هست یا خیر. پس تا ادامه ویدیو با ما باشید. صبح جمعه تاریخ 23 آگوست 1973 شخصی به اسم یان اریک اولسون با یک اسلحه کلاشینکوف وارد یکی از شعاب کلدینت بانک استکهلم میشه. یان به جرم سرقت مسلحانه و گروگانگیری در زندان بوده که با کمک یکی از دوستاش به اسم کلارک که در ادامه بهش میرسیم موفق میشه از زندان فرار کنه و نقشه سرقت از بانک رو هم برای این میچینه که بتونه پول لازم برای خروج از کشور و تشکیل یک زندگی جدید رو به دست بیاره. البته دوست یان به اسم کلارک در تمام مراحل فرار از زندان بهش کمک میکرده، خودش موفق به فرار از زندان نمیشه. در شروع سرقت یان خیلی اصرار داشته که هویت خودش رو پنهان کنه. به خاطر همینم با یک لهجه آمریکایی خیلی مصنوعی فریاد میزنه که بازی تازه شروع شد. اسلحه رو بیرون در میاره و چند تا شلیک سقف و دیوارهای شعبه میکنه. نگهبان شعبه سعی میکنه که آژیر خطر رو به صدا در بیاره. یان متوجه میشه و به بازو شلیک میکنه و اونو مجروح میکنه. در نهایت هم نگهبان و رئیس شعبه و خیلی از مشتری‌ها رو به بیرون بانک میفرسته و فقط 4 تا از کارمندهای بانک رو گروگان نگه میداره. گروگان ها 3 تا خانوم بودن به اسمهای بریتا لندبلاد، الیزابت اولگرن و کریستیان انمار و تنها گروگان مرد سون سافسترو که از کارمندهای بانک بودن. تو همون دقایق اولیه شروع سرقت از بانک بیش از نیمی از پلیس استکهلم به محل شعبه میرسن. ساختمان بانک رو محاصره میکنن، تمام خیابان‌های منتهی به شعبه بانک رو میبندن و تکتیراندازهای پلیس بر ساختمان‌های مجاور شعبه مستقر میشن. البته در اون زمان پلیس سوئد هیچ دستورالعمل استانداردی رو برای مقابله و مذاکره با گروگانگیری نداشته. به خاطر همینم پلیس مرتباً دچار اشتباهات کوچیک و ناشیانه میشه. البته خیلی از خبرنگارها هم در همون دقایق ابتدایی همزمان با پلیس متوجه این گروگانگیری میشن و خودشونو به بانک میرسونن و خیلی از خبرگزاری‌ها در سوئد تصمیم میگیرن که تمام اتفاقات این گروگانگیری مسلحانه رو به صورت زنده از تلویزیون ملی پخش کنن و این میشه شروع بزرگترین و طولانی‌ترین گروگانگیری مسلحانه در تاریخ کشور سوئد. یان 4 تا گروگان خودش رو به سمت خزانه کوچیک بانک میبره و در اونجا زندونیشون میکنه. بعد با تلفن رئیس بانک با پلیس تماس میگیره و 3 تا خواسته خودش رو اعلام میکنه. خواسته اولش به اندازه $700,000 کرون سوئد، خواسته دومش یک ماشین با باک پر بوده برای فرار کردن و خواسته سوم و از همه مهمترش این بوده که دوست خودش که در فرار بهش کمک کرده یعنی کلارک اولسون از زندان آزاد بشه و به شعبه بانک بیارنش. پلیس هم برای که کنترل اوضاع رو در دست داشته باشه و حسن نیت خودش رو به یان نشون بده، خواسته های اون رو برآورده میکنن. به زندان میرن و با کلارک صحبت کنن. کلارک هم با شرط اینکه دوران مجازاتش یک کاهش چشمگیری پیدا میکنه حاضر میشه با پلیس همکاری کنه و به عنوان عامل پلیس در بانک حضور پیدا کنه. مبلغ درخواستی هم داخل یک خودروی موستانگ آبی نزدیک در شعبه میارن تا اینکه مقامات دولتی به خاطر حفظ امنیت جانی گروگان‌ها اجازه خروج یان از بانک رو نمیدن و خودروی موستانگ و پول هم نزدیک در شعبه دور میشه. این کار باعث میشه که فرایند گروگانگیری از چند ساعتی که یان براش نقشه کشیده بوده به چند روز تبدیل بشه. چیزی که باعث میشه این گروگانگیری خیلی خاص باشه اینه که هر 4 تا گروگان ما در طول زمان گروگانگیری یک احساس همزادپنداری و دلسوزی و در نهایت یک احساس عاطفی خیلی قوی با یان و کلارک برقرار میکنن. شروعش هم از اینجا بوده که کریستیان انمار یکی از خانم‌های گروگان گرفته شده داشته از سرما میلرزیده. به خاطر همینم اولسون ژاکت پشمی خودش رو روی شونه‌های اون میندازه و وقتی که اون خواب بد می‌دیده اونو در آغوش میگیره و آرومش میکنه. یکی از گلوله‌های
اسلحه‌ش هم به عنوان یادگاری به کریستین میده. اتفاق دوم زمانی بوده که لندبلا به اولسون میگه که آیا میتونم با خانواده‌ام تماس بگیرم و اولسون هم خیلی مهربانانه قبول میکنه و تمام 4 تا گروگان با خانواده‌هاشون موفق میشن تماس بگیرن. و اتفاق سوم که از همه مهمتر بوده اینه که الیزابت اولدگرن کلاستروفوبیا داشته، یعنی از مکانهای تنگ میترسید و اعلام میکنه که نفسش بند اومده. اولسون هم تو یک اقدام خیرخواهانه اجازه میده که از اتاق کوچیک خزانه بیاد بیرون تا نفسش برگرده. بعدها الیزابت در مصاحبه‌ای که داشته میگه که من اون زمان فکر میکردم اون خیلی مهربانه که به من اجازه خروج از خزانه رو داده. یا یه جای دیگه میگه که با محبتی که نثار ما میکرد اولسون در دید ما از خودش یک الهه در شرایط بحرانی ساخته بود. در روز دوم گروگان‌ها به قدری با سار خو گرفته بودند که بیشتر از پلیس می‌ترسیدند تا از گروگانگیرها. پلیس و مردم هم زمانی متوجه این شدند که رئیس پلیس از کلارک و اولسون درخواست میکنه که برای سرکشی از وضعیت گروگان‌ها به داخل شعبه بره که اون هم موافقت میکنن. اما وقتی رئیس پلیس وارد شعبه بانک میشه متوجه میشه که 4 تا گروگان دارن بهش کژدهنی میکنن و مسخرش میکنن. در عوض رابطه خیلی دوستانه با گروگانگیرها دارن و حتی اونا رو با اسم کوچیک صدا میکنه. به خاطر همینم وقتی از شعبه خارج میشه و با رسانه‌ها مصاحبه میکنه میگه که بعید به نظر میرسه که سارقین به گروگان‌ها آسیب برسونن، چون اونا با یکدیگر رابطه نسبتا آروم و خیلی دوستانه‌ای دارن. توی روز سوم محاصره اولف پالمه که نخست وزیر وقت سوئد بوده خودش رو به محل بانک میرسونه برای سرکشی از نزدیک و با انمارک که یکی از گروگان‌های خانم بوده به صورت تلفنی صحبت میکنه. انمارک تو این تماس تلفنی اعلام میکنه که من کاملا به کلارک و اولسون اعتماد دارم و اصلا احساس ناامیدی نمیکنم چون اونا اصلا با ما کاری نمیکنن، برعکس خیلی مهربانه. اما نگرانی من از اینه که پلیس بخواد حمله کنه و باعث کشته شدن ما بشه. پلیس و رسانه‌ها وقتی که این مکالمه تلفنی رو میشنون دچار یک سردرگمی خیلی زیاد میشن. اونا براشون عجیب بوده که چرا گروگان‌ها به جای اینکه از گروگانگیرها بترسن از پلیس میترسن و این قضیه زمانی پیچیده‌تر میشه که در روز 4 اولسون برای که به پلیس نشون بده که چقدر در کارش جدیه تصمیم میگیره به یکی از گروگان‌ها شلیک کنه. یان سون که تنها گروگان مردشون بوده رو انتخاب میکنه برای این کار و به سون میگه که نمیخوام بهش کنم از استخوان‌های پات آسیب بزنم، فقط میخوام یه جوری شلیک کنم که آسیب زیادی نبینی. توی مصاحبه‌ای که بعداً با گروگان‌ها شد اعلام کردن که انمارک خیلی تلاش میکرده که سون رو راضی کنه که اجازه بده به پا شلیک بشه. جالب اینجاست که خود سون هم قبول میکنه که به پا شلیک بشه. البته یان نمیتونه درست شلیک کنه و تیر فقط یک خراش کوچیک به پای سون میندازه و خود سون هم تو مصاحبهش اعلام میکنه که میگه اون زمان که قرار بود به پای من شلیک بشه با خودم فکر میکردم که یان چقدر آدم خیرخواه و خوبیه که فقط میخواد به پای من شلیک کنه. در بیرون بانک وقتی صدای تیراندازی شنیده میشه تنش بین مردم و پلیس خیلی بالا میره. مردم از همه جای استکهلم خودشون رو به محل حادثه یا به ایستگاه‌های پلیس در شهر میرسوندن و پیشنهادات خودشون رو برای مذاکره با گروگانگیرها اعلام میکردن. در نهایت این گروگانگیری نزدیک به 6 روز طول میکشه و در شب 28 آگوست بعد از گذشت 130 ساعت تقریبا پلیس سقف شعبه را سوراخ میکنه و به داخل خزانه گاز اشک‌آور شلیک میکنه. یان و کلاک تسلیم میشن و نیروهای پلیس وارد بانک میشن. در اینجا هم گروگان‌ها باز هوایی گروگانگیری‌های خودشونو داشتن. پلیس قصد داشته که اول 4 تا گروگان رو از بانک خارج کنه و بعد کلاک و یان رو از بانک بیاره بیرون، ولی گروگان‌ها قبول نمیکردن و اعلام میکردن که اول بذارین یان و کلارک برن، چون اگه ما زودتر بریم احتمال داره که شما به اونها شلیک کنین و اونها رو بکشین. زمانی هم که افسران پلیس با ماسکای ضد گازی که داشتن اریک و اولسون رو از بانک بیرون میارن، مجرمان و گروگان‌ها همدیگر رو در آغوش میگیرن. در زمان دادگاه هم هیچ کدوم از 4 تا قربانی حاضر نشدن بر علیه گروگانگیرها شهادت بدن. حتی زمانی که یان و کلارک هم به زندان منتقل میشن، گروگان‌هاشون این 4 نفر یک کمپینی را میندازن و شروع میکنن از مردم پول جمع کردن برای کمک به یان و کلارک و در زمان زندانی بودن اینها هم هر 4 نفرشون مرتب به اینها سر میزدن و به ملاقات اینها میرفتن. کسی که بیشتر از همه برای یان نامه مینوشته و به ملاقاتش میرفته الیزابت اولدگرن بوده که وقتی یان از زندان آزاد میشه این دوتا با هم وارد رابطه میشن و در نهایت هم با هم ازدواج میکنن و از کشور میرن.
رفتار گروگان‌ها در زمان گروگانگیری به قدری برای مردم و پلیس عجیب بوده که حتی پلیس شروع میکنه به تحقیق راجع به همکاری احتمالی انمارک با یان که ببینه آیا نقشه سرقت رو با هم کشیدن یا خیر. البته چیزی هم پیدا نمیکنه. روانشناس‌های زیادی هم میان با این 4 نفر مصاحبه میکنن و اما چیزی که بهش میرسن این بوده که این پدیده رو با موج گرفتگی سربازان در جنگ جهانی دوم مقایسه میکنن و توضیحی هم که میدن این بوده که گروگان نجات خودش از مرگ و مدیون آدمرباها میبینه، نه پلیس. تا اینکه در همون سال یک جرمشناس و روانپزشک با نام نیلز بوژرو برای اولین بار سندروم استکهلم رو توضیح میده. اون اعلام میکنه که سندروم استکهلم زمان ایجاد میشه که گروگانگیر یا متجاوز با قربانی خود رفتارهای انسانی داشته باشه و طول زمان گروگانگیری به قدری باشه که فرصتی برای ایجاد این پیوند به وجود بیاد. همینطور زمانی اتفاق میفته که قربانی احساس کنه که مجریای قانون و نیروهای پلیس عملکرد خوبی ندارن و حسن نیت کافی برای نجات این از دست گروگانگیر رو ندارن. اون میگه که افرادی که مورد آزار قرار میگیرن اغلب از سوی اسیر کننده خود احساس خطر میکنن، اما در عین حال برای بقا هم به شدت به اونا متکی‌اند. اگه فرد آزارگر کمی مهربانی از خودش نشون بده ممکنه که به خاطر این شفقت احساس مثبتی در اسرا ایجاد بشه. با گذشت زمان این ادراک و نحوه نگرش اونا رو تحت تاثیر قرار میده و گروگانگیر یا سوء استفاده‌گر تبدیل به شخصیت مثبتی در ذهن گروگان میشه. اما آیا این سندروم استکهلم فقط در مواقع خیلی نادر مثل گروگانگیری اتفاق میفته؟ در جواب باید بهتون بگم که محققین فهمیدن که خیر، در دنیای امروزه و زندگی عادی هم احتمال وقوع همچین سندرومی خیلی زیاده. مثال‌هایی هم که براش آوردن در روابط عاطفی ناسالمه. ابتلا به سندروم استکهلم در افرادی که در رابطه سمی با شریک عاطفی خودشون خیلی محتمله. نتایج یک تحقیقاتی نشون میده که افرادی که مورد سوء استفاده فیزیکی، عاطفی یا جنسی قرار میگیرن ممکنه به آزارگر خودشون وابسته بشن و حتی حس ترحمی نسبت به اون پیدا کنن که تا سالها طول میکشه. همچنین این سندروم در روابط ناسالم میان کودک با والد خودش هم دیده شده. درک این یک رابطه ناسالم برای کودک خیلی دشواره. والد ممکنه که کودک رو تهدید کنه، تحقیر کنه یا حتی به اون آسیب فیزیکی وارد کنه، اما در عین حال ممکنه گاهی رفتارهای مهربانه هم داشته باشه. در نتیجه یک پیوند عاطفی خیلی نیرومند و غیر طبیعی بین والد و فرزند شکل میگیره. در نهایت سندروم استکهلم یک واکنش روانی نادر به اسارت و در برخی مواقع سوء استفاده است. در حالی که ایجاد احساس ترس، وحشت و خشم نسبت به شخص آزارگر در این شرایط خیلی محتمله، در برخی موقعیت‌های شدید مثل آدمربایی یا روابط عاطفی که بار روانی زیادی روشون هست و در اون فرد احساس خطر میکنه، در یک مکانیزم دفاعی احساسات مثبتی نسبت به اسیر کننده پیدا میشه. در حالی که خیلی از متخصصان سندروم استکهلم رو به عنوان یک اختلال سلامت روان به رسمیت نمیشناسن، افرادی هم هستن که قربانی آزار، قاچاق یا آدمربایی شدن و اونو تجربه کردن. این افراد با علائمی چون اضطراب، افسردگی یا PTSD دست و پنجه نرم میکنن. اگر از ویدیوهای این چنینی خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که کانال من برنده رو دنبال کنید. خدا نگهدار.